سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من آرش هستم و اینجا کانال CS.203 هستش و خوش اومدین به یه ویدیو آموزشی دیگه از کانتر استرایک. شاید برای شما اتفاق افتاده باشه که وسط بازی در حال بازی کردن هستید، یهو اینترنتتون بد میشه، پینگتون میره بالا و یا به اصطلاح پکت لاست میخورید. اما اصلا پکت لاست چیه؟ ببینید دوستان، به عنوان مثال وقتی شما توی یک پیام رسان یک پیامی ارسال میکنید، پیام شما تبدیل به یک پکت دیجیتالی میشه و این پکت باید به مقصد برسه. اما خب بعضی موقع هست که اختلالاتی پیش میاد توی اینترنت و باعث میشه که این پکت درست به مقصد نرسه و ناقص برسه و ما اگه همین اتفاق رو بیاریم توی دنیای کانتر، تبدیل میشه به این که ما تیرامون درست به هدف نمیخوره و ما بهش میگیم پکت لاس. اما قبل از هر چیزی من خوشحال میشم که به من کمک کنید، این کانال رو ساب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بزن بریم سراغ آموزش. اما خب برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم، باید از بخش تنظیمات به بخش گیم بریم و گزینه اول رو روی اکستریملی رستریکتد بذاریم و گزینه دوم رو روی حالت دوم بذاریم. در واقع گزینه اول به بهبود پهنای باند شما کمک میکنه و گزینه دوم کار میکنه که شما همزمان دو پکت به مقصد ارسال کنید. من خوشحال میشم این آموزش رو انجام بدید و نتیجه رو توی کامنت ها به من بگید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ساب و لایک فراموشتون نشه. مرسی.